برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. درود تماشابینان عزیز، در استودیو با شما شوکتی محمد هستم و برنامه تحلیلی دیدگاه را برایتان تقدیم میکنم. کی هاست میخواستم درباره ثبت کردن حالتهای جنایتکاری در کوچه و خیابانهای تاجیکستان گپ زنم. مردم در منزل، در کوچه و خیابانها سمارت فون را میگیرند و تلفن های هوشمند خود حادثه ها را ثبت میکنند و به مقامات گسیل میکنند. حالا فکر میکنم فرصتی آن رسیده است که در این باره آشکارا یک صحبت کوتاه داشته باشیم. در اکثر کشورهای دنیا و حتی کشورهای پساشوروی امروزها ویگیلانتیزم یا خود هوشیاری رقمی خیلی پیشرفته است. حتی در تاجیکستان نیز پیشروی مشاهده می شود، اما اصول فرق می کند. اگر در کشورهای دیگر خصوصا در روسیه، بلاروسیه، اوکراین و قرقیزستان، قزاقستان شهروندان با سمارت فون خود قانون شکنی های منصبداران را ثبت کرده در شبکه های اجتماعی پهن می کنند، در تاجیکستان باشد مردم قانون شکنی ها گفتن شاید نادرست باشد، حقوق ویرانکنی های همدیگر را ثبت کرده به مقامات میفرستند. به جای آنکه قانون شکنی ها و ناعدالتی های مقامداران را ثبت کرده آنها را رسوا سازند، مردم بیشتر جرم های همدیگر را ثبت میکنند و به مقامات میفرستند تا ادبی یک وقت و زمان یک نفری که او را حقارت کرده است و یا رنجانیده است ادبش را بدهد. در دیگر کشورها مردم حرکت میکند با بنوار گرفتن حالت برخورد و مناسبت پلیس و مقامات انتظامی از تهمت و شر مقامداران نجات دهد. مثلا اگر در کوچه پلیس بازداشت کرد، شهروند در حال از کیسه سمارت فونش را میبرارد و حالت پرسجویی پلیس را ثبت میکند. اگر پلیس تهمت کردنی و یا با بهانه پاره طلب کردنی باشد، وقتی میبیند حالت پرسجوی شهروند ثبت شده ایستاده است، از دایره قانون بیرون نمیبراید. این حالت میتواند یک نمود تربیه‌ای منصبداران نیز باشد. در تاجیکستان چی؟ در تاجیکستان مقامات کوشش میکند همه جنایت و قانون شکنی ها پوشیده ماند و کسی آگاه نشود. حتی کسانی را که پرسجو کردند آگاه میکنند که به کسی دم نزنند و چیزی نگویند. چند سال اخیر حتی به اکثر پرونده ها مهر مخفی زده می شود و مرافعه های سودی پشت درهای بسته می گذارند. به مرافعه ها حتی روزنامه نگاران راه نمی یابند. این است که سطح جنایتکاری منصبداران خیلی بالا رفته، ناعدالتی و ظلم روز به روز زیاد می شود. یعنی اگر به طور دیگر گوییم، مقامات تاجیکستان خیلی در جنایتکاری حرفه‌ای و یا به اصطلاح پروفسیونال شده اند. مردم نیز به جنایتکاری های مقامات بی‌پروا است. بیشتر وقت از بلا حذر گفته دید را به نادید میزند، شنید را به ناشنید. شعارشان این است که به خود درد سر خریدن چه لازم میگویند. اما اگر به شبکه های اجتماعی نظر کنیم، ثبت نوار کسی در داخل اتوبوس تأخیر کرده است، یک جوان پسر به جوان دختر گپ پرتافته است، پول راهکرا را نداده است، تاکسیست به خانم دیگر درشتی کرده است، کلین خانه در نبودن شوهرش خیانت کرده است و هاکذا مثل همین پر است در شبکه های اجتماعی. یعنی جسارت ثبت نوار کاری نادرست هست. تنها در تاجیکستان این گونه است که کسانی به نوار گرفته می شوند که قدرت واکنش و یا دست زور ندارند. سری قدم در هر یک اداره و مؤسسه های دولتی شهروند تحقیر می شود. ببینید کارش را منصبدار اجرا نمی کند.
در وقتش مراجعت کننده را قبول نمی کند. در این اداره در وقت کاری بسته است. منصبدار در وقت کاری در وقت قبول در اداره اش نیست. اما این حالت ها را شهروندان جرأت نمی کنند به نوار گرفته در شبکه های اجتماعی پهن کنند. کسی جرأت نمی کند. هرچند قانون این را منع نکرده است، اما مردم خیلی می ترسد. مقصد از این صحبت امروزه چی است؟ تماشابینان عزیز، بیشتری حالت در تاجیکستان یک نوار کوتاهک شما نسبت حقوق ویران کنی یک همسایه، همدیار یا هموطن می تواند حیات او را بسوزاند. یک همسایه‌تان را رسوا کند، دیگر برای شما نگاه کردن نتواند. تنها به خاطر یک حقوق ویران کنی و یا یک خطای ناچیز که انسان بی خطا نمی شود، می شود که یک انسان را ما رسوا کنیم. اما پیشنهاد من چی است؟ من میخواهم یک کمی اصولی ثبت نوار قانون شکنی ها و حقوق ویرانی کنی ها را یک کمی اصولش را دیگرتر کنیم. حالا اگر میخواهیم در کشور عدالت برقرار شود، قانون شکنی های مقامداران کم شود، همیشه کوشش باید کرد قانون شکنی های منصبداران را به نوار گرفته در شبکه های اجتماعی پهن کرد. چون اگر جامعه از منصبداران رسوا و بی مسئولیت نجات یابد، جامعه اصلاح شده رفتن میگیرد. اگر خوفی در بلا ماندن داشته باشید، پنهانی ثبت کنید. پنهانی. اولش این که وقت یک عمل قانونی انجام بدهید، از هیچ چیز نهراسید. همین هراس ما است که منصبداران جنایتکار را به جسارت کرده است. جسارتشون را زیاد کرده است. آنها میدونند که مردم میترسد. انا برای همین هر چی خواهند کردن میگیرند. برای همین یک کمی اصولی ویگلانتیزم را باید دیگر کرد. باید یک کوشش سراسری در تاجیکستان برای آشکار کردن جنایتکاری های منصبداران آغاز شود. هر یک شهروند تاجیکستان از این به بعد باید به خودش وظیفه گذارد که هر کجای یک جنایتکاری منصبدار را دیدم، در حال به نوار میگیرم و آن را به رسانه ها میفرستم. باید هر یک نفر این گونه به خودش وظیفه کند. اکثریت کشورهای مترقی و متمدن با همین راه پیش رفتند. با همین راه زورگویی های مقامداران را از بین بردند. با همین راه حکومت در خدمت مردم می شود، نه مردم در خدمت حکومت. با همین راه منصبدار در وقت کاری در جای کارش می شود. در کابینتش به شهروند دغلی نمی کند. هر کجای اینترنت خوب است تماشابینان گرامی، به طور آنلاینی در شبکه های اجتماعی باید ثبت کرد تا همگان از اولین برخورد منصبدار آگاه باشند و مبادا ثبت کرده شما را گرفته از بین نبرند، محو نکنند، ادلیت نکنند. برای همین در شبکه های اجتماعی به طور آنلاینی باید ثبت کرد. این یک عملی است که حالا از دست دلخواه شهروند تاجیکستان می آید. از دست دلخواه شهروند تاجیکستان می آید. تنها یک تلفن هوشمند لازم است، خلاص یک وب کامera داشته باشد، تمام. بیایید هموطنان، به خاطر محو جنایتکاری، به خاطر برقراری عدالت، به خاطر از بین بردن ظلم، هر کجای یک ناعدالتی را دیدیم در حال به نوار گیریم. هیچ نه صدا را ثبت کرده رسانه‌ای کنیم. اگر ویدیویی گرفته نمیتوانیم، صدا را ثبت کنیم.
چرا این منصبداران جنایتکاری تاجیکستان قانون شکنانه حق داشته‌اند تا درون جاگه مردم را پنهانی ثبت کنند، اما ما نمیتوانستیم با رعایت قانون جنایتکاری های حکومتداران را ثبت کنیم و جامعه را آگاه نسازیم؟ تماشابینان گرامی، ما میتوانیم. این بود صحبت امروزه ما. خیر تا روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. رادیوی پیام، در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام، علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام، مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.